سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من رضا الفتم و به قسمت آخر از فصل اول سیسمون، این دوره سیسمون خیلی خوش اومدید. انشالله که این فصل براتون مفید واقع شده باشه. توی این فصل ما پرداختیم به معرفی ایونت آیدی سیسمون و یک مقدار هم یک سری سناریو که هر جلسه داشتیم و شبیه سازی هم تا جایی که از دستم برمیومد براتون انجام دادم. خب بیایم توی این قسمت و 26، 27، 28، 29 و 255 رو هم بررسی بکنیم. بی معطلی قبل از هر چیزی، وقتی که آخرین قسمت، یعنی همین قسمتی که دارم ضبط میکنم هم در واقع منتشر شد، من همین کل این PDF رو توی کانالم براتون قرار میدم. کانال در واقع سیف آندرلاین دیفنس. اونجا هم میتونید تمام قسمت های سیسمون، سیفکست و هر مطلب آموزشی که حالا خودم در طول هفته تولید بکنم رو اونجا قرار میدم و میتونید استفاده بکنید. بی معطلی ایونت آیدی 26. این رویداد زمانی ثبت میشه که یک فایل در سیستم حذف بشود. فایل دیلیت دیتکتد. آقا یه سوال، این چه تفاوتی با ایونت آیدی 23 داره؟ اینجا بود. اینم که فایل دیلیته. تفاوت بین 23 و 26 اینه که در ایونت آیدی 23 در صورتی که درست تیونش بکنید، مسیر بهش بدید و غیره، این میاد. برای مثال من هکر میام و یک فایلی دارم مثلا اینجا، این رو میخوام دیلیتش بکنم. وقتی اینو دیلیتش بکنم، خب این از روی سیستم کاملا حذف میشه دیگه. اما این ایونت آیدی باعث میشه که در واقع سیسمون میاد یک نسخه کپی از این فایل میگیره و در واقع آرکایو میکنه، یک جا برای خودش ذخیره میکنه. اما ایونت آیدی 26 این کارو نمیکنه. فقط دیلیت، فقط میگه آقا فلان فایل به این اسم در فلان مسیر توسط cmd.exe در این ساعت توسط آلیس دیلیت شد. تارگت فایل نیم. همین. قبلا راجع به پروسس آیدی و پروسس جی آیدی صحبت کردیم. یک نکته رو مجددا عرض کنم خدمتتون. وقتی که این پروسس کیل بشه، این پروسس آیدی 5012 ممکنه دوباره به یک پروسس دیگه اطلاق بشود. اما پروسس جی آیدی همیشه یکتاست. میبینید طول اندازش هم بیشتره و ما از پروسس جی آیدی میتونیم برای در واقع اون لایف سایکل پروسس، حالا چه چایلد ایجاد کرده، پرنتش مثلا چی بوده، کجاها رفته، چه کارهای دیگه انجام داده، برای اینجور موارد میتونیم از پروسس جی آیدی استفاده بهتری داشته باشیم نسبت به پروسس آیدی. خب توضیحات مختلف رو دادم. دلیل این که اصلا همچین چیزی وجود داره چیه؟ یکی از دلایل اصلیش اینه که خب اگر هر فایلی حذف بشود داخل سیستم و ما بخوایم هی اون از اون آرکایو بگیریم، دیسکمون سریع پر میشه و هی یه نفر باید همش بره اونجا یه سری فایل‌ها رو پاک بکنه و از اینجور داستانا. اینه که کلا سخت میشه. چرا اتکر اقدام میکنه برای حذف کردن این فایلی یا اون فایل جزو مثلا فایل‌های حساس، اطلاعات مهمی داخلش هست، یا مثل این سناریو نگاه کنید، یک فایل اجرایی و اتکر توی مسیر تمپ داشته که گفتم همیشه بهتون مسیر تمپ رو ترجیحاً مانیتورینگ کنین، چه در ویندوز چه در لینوکس. و این فایل evil.app.exe رو اومده دیلیت کرده، در واقع خواسته رد پای خودش رو پاک بکنه. اینجا در واقع کل سناریو همینه. این از این. بریم سراغ ایونت آیدی شماره 27. ایونت آیدی شماره 27 یه جورایی شبیه ایونت آیدی شماره 23. حالا از چه لحاظ؟ از این لحاظ که یک اقدام عملی رو انجام میده. یعنی چه اقدام عملی انجام میده؟ ما اینجا داریم ایونت آیدی 27. دقت بکنید. فایل بلاک اکزیکیوتیبل. یه دونه هم ایونت آیدی شماره 29 داریم. فایل اکزیکیوتیبل دیتکتد.
27 و 29 دقیقاً شبیه 23 و 26 هستند. ما توی 23 اگر یک فایل دیلیت میشد یا آرکایو ازش میگرفتیم دیگه، درسته؟ توی 26 اما چی؟ فقط لاگشون مینداخت، میگه آقا اینجا یه اتفاقی افتاد، اینجا یه چیز دیلیت شد، من نمیدونم، این اسمشه، اینم فلان، بقیش با خودت. ایونت های 27 چه جوریه؟ میگه آقا یک فایل، اصلا چرا همچین ایونت، همچین رویدادی در سیسمان وجود داره؟ ببین یکی از رایج ترین تاکتیک های مهاجمان و بعد افزارها اینه که بیان یک فایل پورتیبل اکزیکیوتیبل یا PE روی سیستم بندازن یا ایجاد بکنن و بعد بخوان اجراش بکنن. مشکل اینجاست که اگر این فایل ایجاد بشود باعث مشکل دیگه، درسته؟ سیسمان اینجا وارد عمل میشه و میگه من حتی اجازه نمیدم این فایل اجرایی ساخته بشه، چه برسه به اجرا. دقت کن، یعنی وارد عمل میشه و بلاک میکنه، پاک میکنه. این ایونت زمانی تولید میشه که سیسمان تشخیص بده یک فایل با فرمت PE قرار بوده ساخته بشه یا میخواد ساخته بشه و بر اساس اون کانفیگ فایلی که براش در واقع سیسمان کانفیگش زدید میاد و جلوی اون رو میگیره. بریم سناریوشو نگاه بکنیم. ببینید جای پاورشل اومده و میخواسته که مثلا همچین چیزی رو در این مسیر ایجاد بکند، این میخواسته بسازه همچین چیزی رو و خب بلاک شده، جلوش گرفته شده. یا مثلا یک آفیس ماکرو تلاش میکنه یک پیلود DLL رو توی اپ دیتا بنویسه، بلاک میشه. بدافزارهای فایللس تو مرحله بعدیشون میخوان روی دیسک چیزی بندازن، همینجا گیر میکنن. در واقع از مزایای این ایونت آیدی اینه که جلوی مرحله پرسیستنس و اکزیکیوتیشن مهاجم رو میگیره. برخی مواقع از اینیشال اکسس هم حتی جلوگیری میکنه. بریم بهتون عملی نشون بدم، اما قبلش میخوام حالا 29 رو هم بهتون توضیح بدم، یه دفعه بریم با هم اجرا بکنیم. این ایونت آیدی گفتم چه زمانی دوباره ایجاد میشه؟ مثل همون یک فایل PE ایجاد بشه. تنها تفاوتش چیه؟ آقا این نمیاد بلاک بکنه، دیلیت بکنه، کاری بکنه. اینم سناریوش. یه CMD اگزی میخواسته بیاد یک new tool.exe رو تو مسیر تمپ ایجاد بکنه. ایونت آیدی سیسمان ایونت 29 تولید شده. میگه آقا پروسه ایجاد کنندش اینه، مسیرش اینه، زمانش اینه، تحلیلش هم میده. بریم اجراش بکنیم. بریم یه سری سناریو بزنم براتون. اینجا بیام اول از همه یه پاورشل باز بکنم. خیلی خوب. م 27 من اینجا میگم که در واقع کپی کن. تو کجا چی رو کپی کنم؟ گوش کن. کپی کن در واقع ویندوز، مسیر ویندوز، سیستم 32 notepad.exe رو notepad.exe رو میگم این رو برو چیکار کن؟ برو تو مسیر تمپ بساز. اینو برو تو اون مسیر کپی کن. کدوم مسیر؟ مسیری که همه بدافزارها در لینوکس و ویندوز عاشقشن، تمپ. برو تو این مسیر نیو تول، مثلا نیو tool.exe. خب بریم ببینیم مثلا همچین چیزی ساخته شد، ساخته نشد. بریم باز کنیم ببینیم.
میام توی درایو C، میگم برو به تمپ. آره تمپ اصلا ساخته نشد. میبینید؟ بریم ببینیم اصلا لاگش افتاد یا نه. بعد الان 27 یا 29 افتاده باشه دیگه. بریم امتحان کنیم ببینیم آیا باز میکنه باز نمیکنه. این سکر آپدیت ویروس پروتکشن. برو. دقت بکنید توی نوشتن رول بسیار مهمه که شما چند تا نکته رو رعایت بکنید. اول از همه بحث دانش شماست تا تکنیک های رول نویسی. شما باید اطلاع داشته باشید که هر ایونت آیدی چه چیزی رو لاگ میکنه و چه چیزی به شما میده. توی فصل اول ما تلاش کردیم به این مقوله بپردازیم. اینکه چه در واقع سیسمان اینجاست. اینکه در واقع چه چیزی، چه حرکت از بدافزاری و هکری میاد و در واقع باعث میشه که عرض کنم به خدمتتون اون ایونت آیدی فعال بشه. اینم از اون طرف باید نگاه بکنید. بعد از اینکه به اینها رسیدید میاد حالا شروع میکنید رول های شخصی سازی شده خودتون رو مینویسید. رول نباید نه زیاد شل باشه که هر اشغالی رو بگیره، هر اتفاقی افتاد بگه ببین رول الرت بزنه. هم نباید خیلی سفت و سخت باشه که اتکر یه واو این ور اون ور بکنه کلا ما رو دور بزنه. خب ببینید اینجا نگاه کنید داره میگه که یک پاورشلی دات اگزی اومده نیو تول رو ایجاد کرده است. این هش فایله میبینی؟ پروسس آیدیشه، پروسس جی آیدیشه، زمانشه، ریفوری هم که نیک نیم خود منه. چرا اینجا حالا طبق تنظیماتی که من انجام دادم اومده الان اینو الان انجام داده 27 دیگه ساختم نشد. دیدید دیگه همتون تو اون مسیر نبودش. بعدش من اینجا دوباره اینو دارم. اینو که توضیح دادم جلسه قبل خدمتتون که یه مشکل سطح دسترسی روی این سیستم منه، به همین دلیل حالا 23 کامل اجرا نمیشه. اما نگاه بکنید پشت بند 27 23 اجرا شد. چرا بعد از ایونت آیدی 27 23 ایجاد شد؟ 27 مگه چیکار میکنه که باعث میشه که 23 هم ایجاد بشه؟ گفتیم که ایونت آیدی 27 میاد اون فایلی که ایجاد میخواهد بشود رو پاک میکنه. اون اقدام میکنه پاک کردن. ایونت آیدی 23 هم یا 26 حتی میگه که خب منم مقصود پاک شدنم دیگه، برای من مهم نیستش که کی پاک کرده. هر کی پاک کرده من ایونت هم میندازم. ببینید من ایونت هم میندازم یا اینجوری شده این اتفاق افتاده و فلان چیز پاک شده. ببینید چقدر قشنگ با هم پوشانی دارن در واقع ایونت آیدیا. خب بریم یه دستور دیگه هم تست بکنیم. این بار میخوام بهت بگم که کپی کن چی رو؟ همین نوتپد رو، منتها بیا این کارو بکن. temp evil.exe. اینجا ببینید چه چیزی ایجاد میشه. بازم 27 ایجاد شد. میبینید؟ حالا بسته به کانفیگتون داره دیگه، ممکنه مثلا 29 هم ایجاد بشه. دیدید که ما اینجا حالا تو کانفیگ سیسمون کانفیگی من زدم 26 کمتر ایجاد میشد. ببینم توی اینجا ها مثلا من دارم برم پایین تر 29 ندارم.
خیلی خوب، اینم از این. پس گفتیم که 27 هم با 29 رابطش مثل 23 و 26. اینم از این. ببینید شما وقتی ارتباط بین ایونت آیدی ها رو بدونید خیلی راحت تر تو ذهنتون میمونه. اسخای میکنم. خیلی راحت تر تو ذهنتون میمونه و نیازی نیست بشینید حفظ کنید و از اینجور کارا. بذارید حالا که اینجاییم 255 هم بهتون بگم، بعد بریم سراغ 28 دیگه. حالا مدل من اینجوریه تو تدریس دیگه، یعنی یه چیزی رو که میگیرم سعی میکنم سرنخو تا ته برم که این بیشتر تو ذهن دانشجو ثبت بشه. خیلی خطکشوار تلاش نمیکنم روی سرفصل رو پیش برم، بیشتر برام مهمه که مطالب به هم وصل بشن، چون اینطوری بیشتر توی مغز در واقع میمونه. بیام شماره 255. این ایونت وقتی تولید میشه که یک خطا توی سرویس سیسمون رخ بده. جلسه قبلم گفتم این موضوع رو. اما خب چه زمانهایی رخ میده؟ زمانی که زیر لود سنگین باشه، CPU یا IO درگیر باشه و سیسمون نتونه عملیات مورد نظرش رو اجرا بکنه. در واقع یک باگی داخل خود سرویس سیسمون وجود داشته باشه، مشکلات امنیتی وجود داشته باشه، مثل پرمیشن از اینجور داستانا که نمونهش رو اینجا دارید میبینید دیگه. داره به در واقع سیستم اکسس و پرمیشن در واقع به این مسیر گیر میده و از اینجور موارد. کلا اسمش هم روشه دیگه، ارور ریپورت. هر اروری مشکلی داخل سیسمون بخوره، داخل خود سیسمون نه سیستم، سیسمون میاد و این 255 رو در واقع تولید میکنه. و خب در آخر بریم سراغ ایونت آیدی 28. این چی کار میکنه؟ فایل بلاک شردینگ. به به. قبل از اینکه بخوام همچین ایونت آیدی رو بهتون توضیح بدم، بیایید با یک سری از مفاهیم آشناتون بکنم. مفهوم شردینگ یا پاکسازی ایمن فایل ها. وقتی که یک فایل رو معمولاً در ویندوز یا لینوکس پاک میکنید، سیستم عامل فایل رو به طور کامل حذف نمی کند. فقط آدرس فایل در فایل تیبل حذف میشه و فضایی که اون فایل داخلش قرار داشت داخل دیسک به عنوان قابل بازنویسی علامت گذاری میشه که اگر بعداً حالا هر جوری که بود یک فایلی خواستیم بنویسیم یا ایجاد بکنیم، بیاد روی این بنویسه یا جای دیگه بنویسه. حتی محتوای واقعی فایل پس همچنان روی هارد وجود داره تا زمانی که روی اون سلول هایی که اونجا قرار داشت بازنویسی بشه. این یعنی چی؟ یعنی حتی بعد از حذف فایل با نرم افزار بازیابی میتونیم اون رو برش گردونیم. شردینگ چیه؟ ببین، شردینگ یا پاکسازی ایمن به فرایندی میگن که یک فایل رو چند بار بازنویسی میکنه، معمولا حالا یا با داده های تصادفی یا با صفر، تا داده های اصلی یا اطلاعات اصلی غیر قابل بازیابی باشن. ویژگی‌های اصلی شردینگ چیه؟ بازنویسی چند مرحله‌ای داریم ما. مثلا بیشتر ابزارها بین 1 تا 35 بار بازنویسی انجام میدن. توی استاندارد DoD 5220.22m هم داریم همچین چیزی رو. یا مثلا کار دیگه هم انجام میده، یعنی صرفا اگر یک فایل رو همون لحظه بخواید حذف بکنید که امکانش هست، قبلا حذف کردید، میخواید حالا روی اون جایی که اون فایل قرار داشت هی بازنویسی بکنید، بازم امکانش وجود داره. استیلیت چیه؟ استیلیت مخفف سکیور دیلیته، یک ابزار رایگان از مایکروسافته که برای ویندوز ساخته شده و دقیقاً همون کار شردینگ رو انجام میده.
GUI نداره، باید با CMD باش کار کنید و امکان بازنویسی یک باره و چند مرحله‌ای رو هم حتی داره. من دوباره توضیح بدم. هی میگم بازنویسی یعنی چی، این overwriting میگم یعنی چی. ببینید یک فایلی رو ما داریم، یک هارد یا یه SSD رو ما داریم اینجا، یا HDD یا SSD. این فایل رو میام روی این هارد ذخیره میکنیم. اطلاعاتش به صورت 0 و 1 داخل بلوک های حافظه نوشته میشه. وقتی هم پاک میکنیم، گفتم که فقط آدرس فایل از روی فایل تیبل پاک میشه. خود این بیت ها روی اون بلوک های حافظه میمونن. اوکی؟ شردینگ میاد روی همون بلوک های حافظه‌ای که قبلا اطلاعات داشتن، میاد دوباره یک سری داده تصادفی مینویسه. مثلا همه رو 0 میذاره یا یه سری چیز تصادفی، هی 0 1 0 1 تصادفی روی اون هی مینویسه. این باعث میشه که داده های قبلی دیگه قابل تشخیص نباشن و نرم افزارهای ریکاوری فقط نویز ببینن. بخوام روی یک دنیای واقعی براتون مثال بزنم، فرض کنید روی یک کاغذ یک جمله نوشته شده. اگر فقط خط بزنی میشه دیلیت معمولی، هنوز میشه رد جمله رو دید. ولی اگر بارها با خودکار یا ماژیک روش بکشی یا روش یه چیزایی بنویسی که دیگه متن اصلی اصلا قابل خوندن نباشه، به این میگن overwriting. چند بار بازنویسی لازمه؟ یک بار بازنویسی تصادفی برای اکثر مواقع اوکیه، یعنی نیازی نیستش. اما خب ما تا 3 تا 7 بار هم میگن بنویسید خوبه. خیلی قدیم برای هاردهای مغناطیسی نسل قدیم میگفتن آقا 35 بار هم بنویسید. سوال: آیا بعد از شردینگ بازیابی اون اطلاعات امکان پذیر هستش؟ سوال دوم من از تو میپرسم، هارد چی بود؟ هارد HDD مغناطیسی بود؟ اگر مثلا یک بار داده ها برای در واقع چیز بشن، بازنویسی بشن، برای نرم افزارهای ریکاوری کاملا از بین میرن. توی تئوری میگن آقا اگر تجهیزات فوق پیشرفته آزمایشگاهی داشته باشید، مثلا میکروسکوپ‌های الکترونی، شاید بشه بخش‌هایی رو برگردون چون رد مغناطیسی ضعیفی باقی مونده. ولی خب این کار خیلی گرون، هزینه بر و دیگه نهایتا مثلا یک سازمان اطلاعاتی نظامی شاید بخواد این کار رو انجام بده. ولی اگر شما یک هارد دیسک HDD دارید که مغناطیسی هم هست، یک بار در واقع این overwriting رو انجام بدید دیگه قابل بازیابی نیستش. اما اگر SSD یا فلش مموری داریم چی؟ SSD میاد از مکانیزمی به اسم where living استفاده میکنه. یعنی وقتی میگی این بخش رو بازنویسی کن، SSD ممکنه اطلاعات رو یه جای دیگه بنویسه، این نره همونجا بنویسه، بره یه جای دیگه بنویسه. در نتیجه بازنویسی اون overwriting که صحبت کردیم یه مقدار سخت ازش مطمئن بشیم که کاملا انجام شده. البته فرمان Secure Erase که خود SSC ها دارن، از طریق نرم افزار خود سازندهشون میتونید استفاده بکنید، میتونه این مشکل براتون حل بکنه. یا از قابلیت TRIM که خودش من داده‌های حذف شده رو صفر میکنه. اینا میتونن در واقع بهتون کمک بکنن. پس برای استفاده های عادی از STDit که همون کار شردینگ رو انجام میده میتونید استفاده بکنید. برای اطلاعات فوق محرمانه، اسناد دولتی، نظامی، اینا میتونید نابودی فیزیکی رو انتخاب بکنید. یعنی بندازید توی یه کوره ذوب بشه، دریل رو بردارید سوراخش بکنید، اینطوری پاک میشن. دیگه عرضم به خدمتتون راجع به این نکاتی که حالا اینجا من یه سری کلید واژه نوشته بودم بهتون بگم که اینا رو بدونید. این نکته دیگه، چرا SSC سخت پاک میشه؟ گفتیم که خب از where living استفاده میکنه و داده ها اینجوریه که این دیتا ها روی سلول های حافظه به صورت متغیر نوشته میشن. خب این به طول عمر حافظه بیشتر کمک میکنه.
بنابراین وقتی شما یک فایلی رو شردینگ میکنید، SSD ممکنه داده‌های جدید رو کلا روی یک سلول جدید بنویسه و سلول قدیمی رو فقط یه علامت بزنه که این آزاده، بعداً خواست بیروش بنویس. بنابراین ممکنه هنوز ردهایی از داده‌های قبلی وجود داشته باشه. راجع به پاک کردنش هم که گفتم سکیور ایریز کار بهتریه. ابزارهایی مثل HTParm هم در لینوکس امکان پذیر هستن، این کار براتون انجام میدن. تریم رو فعال بکنید روی SSD تون. دیگه یه نکته دیگه، اصلا اگر میخواید دغدغه این موارد رو نداشته باشید، بیاید رمزگذاری انجام بدید. یعنی اگر SSD شما رمزگذاری سخت افزاری یا نرم افزاری داشته باشه، داده ها همیشه رمزگذاری شده ذخیره میشوند. اگر کلید رمزگذاری رو حذف کنید، تمام اطلاعات عملاً غیر قابل استفاده‌اند. برای SSD های مدرن به نظر من هم این قضیه بیشتر مؤثرتره. یعنی کلاً بیاید یک نرم افزاری انجام بدید و داده هاتون رو به صورت خام توی هارد دیسک ها ذخیره نکنید، رمز کنید، ذخیره کنید و کلیدش هم فقط دست خودتونه دیگه. اگرم کلید یک روز انداختید دور، کلاً اون SSD هم دیگه به درد نمیخوره داده هاش. اما بریم سراغ ایونت آیدی 28. این همه توضیح دادیم. فایل بلاک شردینگ. این ایونت زمانی ایجاد میشه که سیسمون تشخیص بده یک ابزار یا پروسه داره فایل رو به روش شردینگ حذف میکنه. اگر عادی حذف بکنه میشه 23 26، اون ایونت آیدی ها میان بالا. اما اگر سیسمون تشخیص بده که داره شردینگ رخ میدهد، ایونت آیدی 28 میاد وسط. ابزارهایی مثل STD که نام بردیم، در واقع جزئی سینترنالز هم هست و برخی بد افزار خب میان استفاده میکنن و یک سری فایل ها رو اووررایت میکنن، یا حتی دیتابیس رو طرف میاد در واقع رمز میکنه، با خودش میبره، اونی که رو سیستم تو رو انقدر اووررایت میکنه تا حتی تو نتونی بکاپت رو، یعنی مثلا اگر همون رو بتونی بازیابی بکنی دیگه نتونی این کار رو انجام بدی. توی یکی از حملات به بانک ها که همین اخیراً انجام شد، این اووررایتینگ اتفاق افتاده بود. دیگه بخوام نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم، بریم سراغ سناریو. ببینید همچین چیزی از این مسیر malware.exe سعی داشته که در واقع کردنشال دامپ ها رو اووررایت بکنه، اووررایتینگ بکنه، انقدر حذفش بکنه، رو اونجایی بازنویسی بکنه که تا دیگه قابل دستیابی نباشه. یعنی مهاجم ببینید موفق شده که بیاد روی سیستم قربانی یا بد افزار مثلا اینفوسیلر اجرا بکنه، این اومده داده های حساس کاربرا رو استخراج کرده، اون داده ها رو توی فایلی به اسم مثلا کریتستامپ ذخیره کرده. بعدش برای اینکه تحلیلگر یا تیم DFIR نتونه فایل رو بخونن، سعی میکنه که فایل رو با الگوریتم خود چندین بار اووررایت بکنه. ولی خب سیسمون کانفیگ شده و این رفتار رو بلاک میکنه و یک ایونت آیدی 28 ایجاد میشه. در واقع توی ماتریس، توی دیفنس اویژن، فایل ایمپکت میتونید در واقع همچین تکنیکی رو مشاهده بکنید. خیلی ممنونم که تا این قسمت از این دوره سیسمون با من همراه بودین. خیلی مخلصیم. انشالله پس از فرصتی من شروع میکنم و فصل دوم رو ضبط میکنم. فصل اول تمام. انتقادات، پیشنهادات خودتون رو برای من بنویسید. این در واقع آیدی منه در تمام شبکه‌های اجتماعی، ولی خب توی تلگرام فعال هستم و اینم آدرس کانال. خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید، امن بمونید و خدا نگهدار.